أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب امر ولات الامور بالرفق و برعایاهم و نصیحتهم و الشفقت علیهم، یعنی که باب در مسئله امر ولات الامور است، یعنی در مسئله مسئولان و رئیسان و اون کسانی که بالای سر ما مسئول هستند، در مسئله اونها است. بالرفقی یعنی که باید اون مسئولان با مردم رفق داشته باشند. رفق یعنی که آسانگیری و مهر و محبت داشته باشد. با کی؟ برعایاهم، بعض زیر دستانشان، و نصیحتهم و شفقت علیهم، و باید نصیحت بکنند امر ولات الامور مردم را، و شفقت علیهم، و باید دلسوزی داشته باشد با مردم. فهمو؟ یعنی که مسئولان باید دلسوزی با مردم داشته باشد. و نهی عن غشهم و تشدید علیهم و اهمال مصالحهم و الغفلت عنهم و عن حوائجهم، و باز داشتن از غشهم یعنی از خیانت کردنشان، یعنی که باید خیانت کرده نشود در حق مردم، یا مردم خیانت نکنند در حق مسئولان. و تشدیدی، همچنین سختگیری هم باید مسئولا برای مردم و زیردستانشان سختگیری نکند. و تشدید علیهم یعنی که زیردستانشان را سختگیری نکنند و دشواری را بالاشان نیارد. و اهمال مصالحهم، و به اهمیتی هم نکند در فایده های مردم، یعنی هر کاری که به فایده مردم است در او به اهمیتی نکنند، سهلنگاری نکنند و باید در فکری فایده مردم هم باشند. و الغفلت عنهم، و باید غفلت نکنند از مردم، یعنی غافل از حال مردم نباشند. و عن حوائجهم، یا که از احتیاجات و نیازات مردم هم بیخبر نباشند، یعنی که باید مسئولان از همه اینا خبردار باشند. فهمو؟ و این وظیفه مسئولان هست. اکنون در همین مسئله امام نووی رحمه الله برایمان دو آیت و چند از حدیث را تقدیم میکند. میگوید یکمین آیت قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، یعنی فرو بیار جناح تو را از برای کسانی که پیروی کردند تو را از مؤمنان، یعنی که در هر وظیفه و در هر جایگاهی که هستی با مردم فروتن باش، با مردم خاکسار باش. مقصد همین است، با مردم خاکسار و فروتن باش. خب این یکم آیت. و آیت دویم و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. میگوید که ان الله یأمرکم بالعدل، الله سبحانه و تعالی شما را امر میکند به عدل، عادلی، عدل کردن. و الاحسانی، و الله سبحانه و تعالی شما را امر کرده است به احسان و نیکوکاری. و ایتاء ذی القربى، و الله سبحانه و تعالی شما را امر کرده است به دادن خویشاوندان، یعنی که اگر که مالدار و ثروتدار هستین، بگیم دستان میرسد برای کمک کردن، یاردم کردن خویش و تبار، الله سبحانه و تعالی میگه شما را امر کرده است. و ینهى عن الفحشاء، باز الله سبحانه و تعالی باز داشته است مردم را از فحشا. از فحشا یعنی که از گناهان آشکارا و گناهان معلوم. و المنکری، و الله سبحانه و تعالی انسانیت را منع کرده است از منکر، یعنی از کارهای زشت، از کارهای بد. و البغی، و الله سبحانه و تعالی مردم را باز داشته است از بغی. بغی یعنی بغاوت کردن، یعنی تجاوز کردن به حقوق دیگران. نباید انسان به حق دیگر
یا در حق دیگری تجاوز کند، بغاوت بکند. یعظکم، میگه الله سبحانه و تعالی شما را پند میدهد. الله سبحانه و تعالی شما را پند میدهد. لعلکم تذکرون، شاید که شما پند بگیرید، شاید که شما نصیحت قبول بکنید به سبب این نصیحت هایی که الله سبحانه و تعالی، پندایی که الله سبحانه و تعالی برای شما تقدیم میگرداند. خب این دویم آیت است و با همین آیت ها خلاص شد و امام نووی رحمه الله میگذرد در قسم حدیث ها در این باب. حدیث 652 و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت کلکم راع، رسول الله میگوید همه شما پاسبان هستید یا مسئول هستید، راعین مسئول هستید. و کلکم مسئول عن رعیته، و هر یک تای شما پرسیده می شوید. راعین را مسئول ترجمه می کنیم و مسئولون را پرسیده می شوید. و هر یک تای شما پرسیده می شوید عن رعیته، از زیر دستانتان، کسانی که در زیر دست شما هستند، هر یک تای شما از اون پرسیده می شوید، از حق حقوق اونها اگر اهمال و بی اهمیتی شد پرسیده می شوید. الامام راعین، میگد که امام یعنی پادشاه راعین هست، مسئول هست. و مسئول عن رعیته، و پرسیده می شود از زیر دستانش. و الرجل راعین فی اهله، و مرد مسئول است در خاندانش. و مسئول عن رعیته، و پرسیده می شود از رعیتش، از زیر دستانش، یعنی که از خانوادهش، از فرزندانش، از همسرش. و المرأة راعیة فی بیت زوجها، و زن مسئول است در خانه شوهرش، مسئول خانه شوهر می باشد زن. و مسئولة عن رعیتها، و پرسیده می شود زن از زیر دستانش، اون کسانی که در زیر دست این هستند، از فرزندان و از حق حقوق شوهر و از اینها زنها همچنین پرسیده می شوند. و الخادم راع فی مال سیده، و همچنین میگوید خدمتگار مسئول است در مال سیدش، در مال رئیسش، در مال صاحبش. ده خدمتگار همچنین مسئول هست. و مسئول عن رعیته، و پرسیده می شود خدمتگار از رعیتش، از مالی که در تحت دستش است. اگر که یگان خیانت، به اهمیتی و اسرافکاری به وجود بیاید، الله سبحانه و تعالی این خادم را، این خدمتگار را می پرسد که در مال سید چرا این به اهمیتی و اسرافکاری را انجام دادی. و کلکم راع، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه همه شما مسئول هستید. و مسئول عن رعیته، و همه شما پرسیده میشوید از زیر دستانتان. یعنی هر کس به اندازه چی قدر زیر دست دارد از اون پرسیده می شود، از اون در روز قیامت پرسیده می شود از زیر دستانشون، اگر که ظلم و ستم به اهمیتی در حق اونها به وجود بیاید. خب این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 653 و عن ابی یعلا معقل ابن یسار رضی الله عنه قال، از ابو یعلا معقل ابن یسار رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت ما من عبد یسترعیه الله رعیتا، ما من عبد یعنی نیست بنده، من رو ترجمه نمیکنیم، نیست بنده یسترعیه الله رعیتا، یعنی که زیر رعیتش قرار داده باشد الله سبحانه و تعالی رعیت را، رعیتا یعنی گروه را، مردم را، طایفه را در زیر رعیت، در زیر پاسبانی و مسئولیت این انسان اگر قرار دادگی باشد، یموت همین انسان بمیرد، یوم یموت و هو غاش لرعیته،
روزی که میمرد در حال اون بمرد که اون غاش باشد. غاش یعنی خیانت کننده باشد. لرعیته، برای زیردستانش، یعنی همین مسئول، همین رئیس و همین کسی که بالای سر ما قرار دارد، اگر به ما ظلم و ستم را انجام بتید، به ما خیانت بکند، با همین خیانت اگر بمیرد، الا حرم الله علیه الجنه، مگر اینکه میگه الله سبحانه و تعالی حرام میگرداند برای این طور مسئول خیانتکار جنت را. این طور مسئول خیانتکار داخل جنت نخواهد شد. حدیث متفق علیه است. و فی روایت، و در روایت دیگر آمدگی است که فلم یحطها بنصحه لم یجد رائحة الجنة. فلم یحطها، پس رسیدگی نکند همون پادشاه، همون مسئول، قومش را. ها یعنی همون قوم را. لم یحط، فلم یحط یعنی رسیدگی نکرده باشد همون مسئول. ها یعنی که همون قومش را. بنصحه، با چی رسیدگی نکرده باشد؟ با نصیحتش، به خیرخواهی برای قومش اگر خیرخواهی نکرده باشد. پس این طور پادشاه لم یجد رائحة الجنتی، یعنی که یا این طور مسئول بوی جنت را دریافت نخواهد کرد. بوی جنت به مشام این طور انسان نمی رسد، یعنی که خیرخواهی نکرده باشد. اما خیرخواهی کند اگر که رفت و در اشتیادش غلط بکند، رفت که دیگر چیز سبب شود و سبب ضرر دیدن مردم شود، این از این مسئله بیرون هست. اما به اهمیتی کند و رسیدگی نکند به مردم و به اهمیتی در حق مردم کند، این در حق اون طور مسئولان هست. و فی روایت لمسلمین، در یک روایت دیگر از مسلم آمدگی است که میگوید ما من امیر یلی امور المسلمین، یعنی نیست پادشاه. ما من امیرین، منی زیادی است و ترجمه نمیشد، من زایدش میگن. ما من امیرین یعنی نیست پادشاه، یلی امور المسلمین، به دست گرفته باشد کار مسلمان ها را، یعنی که بالای سر مسلمان ها دا رئیس و مسئول گشته باشد. ثم لا یجهد لهم، بعد کوشش نکرده باشد برای خیر و برای فایده مردم. همین مسئول سعی و کوشش خودش خرج نکرده باشد برای فایده مردم. و ینصح لهم، و خیرخواهی هم نکرده باشد برای مردم. الا لم يدخل معهم الجنه، مگر اینکه همین طور انسان داخل نمی شود همراه این مسلمان ها به جنت. یعنی این طور مسئول، این طور وظیفه‌دار به اهمیت و وظیفه‌دار در فکر اندیشه خودش بوده و فایده مردم فکر نمی کردگی باشد، لم يدخل معهم الجنه، داخل نمی شود همراه مردم این طور انسان به جنت. خب این بود با روایت های گوناگون حدیث 653. بعد از این حدیث 654 و عن عایشه رضی الله عنها قالت، و از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول فی بیتی هذا، میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگفت فی بیتی هذا، در انا همین خانه من، همین خانه خودم ده این گپ رو از رسول الله میگه شنیدم که رسول الله میگفت اللهم من ولی من امر امتی شیئا، یعنی که ای بار الها، اللهم ای پروردگار، من ولی من امر امتی شیئا، یعنی هر کسی که ولی یعنی بر عهده گرفتگی باشد، من امر امتی یعنی که کار امتان من رو چیزه، یعنی اگر اون کار امت من را به عهده گرفتگی باشد، فشق علیهم، پس همون مسئول که کار امت من را به عهده گرفتگی است و شق علیهم اگر سختگیری کند بر امت من، فشقق علیه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که پس ای الله سخت بگیر به اون ظالمه، ای الله سخت بگیر. و من ولی من امر امتی شیئا، و هر کسی که بر عهده گرفتگی باشد کار امتی من را چیزه، اگر کارهای امتی من را به عهده گرفت یعنی که مسئول شود در بالای امتی من، فرفق بهم، پس مهر و آسانگیری کرد یا مهر و محبت کرد به
امتی من، یعنی به همین مسلمان ها و امتانم، یا فرفقین آسانگیری کرد همون مسئول به امتانم، فرفق بهی، پس ای الله آسانگیری بکن به اون مسئولی که برای امت من آسانگیری میکند. این دعا را میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت عایشه میگه در خانه من این دعا را کرد، از رسول الله نشنیدم. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. بعد از این حدیث 655 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، یعنی بود بنی اسرائیل را تسوسهم الانبیاء، یعنی راهبری میکردن پیغمبران، یعنی که راهبران بنی اسرائیل فقط پیغمبران بود. کلما هلک نبی خلفه نبی، هر وقتی که وفات میکرد پیغمبر، خلفه نبی، جای نشین اون میشید پیغمبر دیگری، یعنی این پیغمبر که وفات میکرد یا پیغمبر دیگر می آمد. و انه لا نبی بعدی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اکنون نیز پیغمبر بعد از من، و سیکون بعد خلفاء فیکثرون، پس می باشد بعد من خلفا، یعنی خلیفه های من، فیکثرون، پس بسیار می شوند، یعنی خلیفه ها زیاد می شوند و طولانی رفتن می گیرند دیگر. قالوا یا رسول الله فما تأمرنا، پس صحابه گفتند که ای رسول الله پس به چی چیز مورد امر میکنی ای رسول الله، یعنی ما چیکار کنیم وقتی که بعد وفات خلیفه ها میآیند فیکثرون و خلیفه هم زیاد میشن، هر کس دعوی کردن میگیرن و که راهبرا زیاد میشن، پس ما چیکار کنیم ای رسول الله؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اوفو ببیعت الاول فالاولی، یعنی شما وفا بکنید با بیعتی اول و پس اول، یعنی به ترتیب، اول کسی هست به اون بیعت بکنید. ثم اعطوهم حقهم، پس به جا بیارید حق همون کسانی را که شما به اون بیعت کردید، پس یعنی که قانون شکنی نکنید و بر ضد او نبرایید. واسأل الله الذی لکم، و بپرسید الله تبارک و تعالی، الله سبحانه و تعالی را، الذی لکم، یعنی آنچه را که حق شما هست، الذی لکم، آنچه را که حق شما است، انا همون چیز را از الله بپرسید. فإن الله سائلهم اما استرعاهم، پس هر آینه الله سبحانه و تعالی میپرسد اونها را، اما استرعاهم، یعنی به آنچه که در زیر دست اونها هست، بر آنچه که اونها را مسئول گرداندگی است، الله سبحانه و تعالی مسئولا را میپرسد. اما شما هم از الله تبارک و تعالی طلب بکنید آنچه که حق خودتان هست. اما یعنی که مسئولان راهبران حتما از جانب الله پرسیده می شوند. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 656 و عن عائذ بن عمرو رضی الله عنه انه دخل على عبید الله بن زیاد، میگوید که از عائذ بن عمرو رضی الله عنه روایت است انه دخل على عبید الله بن زیاد، هر آینه همین عائذ بن عمرو در آمد نزد عبدالله بن زیاد. فقال له، پس برای عبدالله بن زیاد گفت یا بنیه، یعنی ای فرزندم، اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، هر آینه من شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که این شر الرعاء الحطمه، هر آینه بدترین سرپرست و رهبر الحطمه است، کسانی که با زیر دستانشان ظلم میکنن. حطمه یعنی که ظلم کنندگان، کسانی که بر زیر دستانشان حکم میکنن، اونها بدترین سرپرست و راهبر و پیشوا هستند. فایاک ان تکون منهم، پس پیغمبر پس میگه که فایاک، یعنی پس با حذر باش، این که تو باشی از انا همین طایفه حطمه، یعنی که راهبر ظالم و راهبر ستمگار. پس فایاک با حذر باش، پس دور باش، ان تکون منهم، این که باشی تو از همین طایفه حطمه، یعنی از طایفه ستمگاران. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 657 و عن ابی مریم الازدی رضی الله عنه، از ابی مریم ازدی
رضی الله عنه روایت است انه قال لمعاویه رضی الله عنه، هر آینه او گفت از برای معاویه رضی الله عنه، یعنی ابو عمرو ازدی حضرت معاویه رضی الله عنه را گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، یعنی شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که می گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو شنیدم که می گفت من والله الله شیئا، من والله الله شیئا من امور المسلمین، یعنی هر کسی را که والله الله یعنی که مسئول بگرداند الله سبحانه و تعالی شیئا من امور المسلمین، چیزی در کارهای مسلمان ها، یعنی که کسی را که الله سبحانه و تعالی مسئول راهبر کار از مسلمان ها بگرداند، فاحتجب دون حاجتهم، فاحتجب پس پنهان شود، همین مسئول، همین رئیس، همین راهبر، فاحتجب پس پنهان شود دون حاجتهم، یعنی در وقتی که مردم احتیاج به این پادشاه دارند، مردم به این پیشوا و به این مسئول دارند، این مردم پنهان شود. و خلتهم و خلتهم و فقری هرش یک معنی دارد، خله و فقر هرش فقر و ناداری میگن. و در وقتی فقر و ناداری مردم این پادشاه پنهان شود. احتجب الله دون حاجته و خلته و فقره یوم القیامت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که احتجب، اکنون الله پنهان می شود، احتجب الله، الله سبحانه و تعالی پنهان می شود دون حاجته، در وقتی که این پادشاه، این مسئول احتیاج پیدا میکند به الله تبارک و تعالی، و خلته و فقره، و در حالتی که این پادشاه فقیر می شود و محتاج می شود و نادار می شود، کی؟ یوم القیامت، در روز قیامت. در روز قیامت وقتی که این پادشاه اکنون فقر و نادار و احتیاجمند و نیازمند است به الله تبارک و تعالی، میگه احتجب الله، الله سبحانه و تعالی از این پنهان می شود، از این دور می شود، یعنی کمکش به این نمی رساند. میگه همین ابی مریم ازدی حضرت معاویه رضی الله عنه را همین گپ گفت. پس میگه فجعل معاویه رجلا علی حوائج الناس، فجعل یعنی پس قرار داد معاویه، فجعل معاویه تو رجلا، پس قرار داد حضرت معاویه رضی الله عنه مرد را علی حوائج الناس، برای احتیاجات مردم، یعنی مسئولی احتیاجات مردم. یک کس قرار داد که کسی که چی احتیاجی دارد پیش همون بیاد شکایت کنه، نه که حضرت معاویه خودش نمیتونست با هر کس روبرو شود، اما یک کس مسئول قرار داد که کسی که محتاج می شود پیش تو بیاید، با این همه شکایت را جمع کرد و می آورد به دست حضرت معاویه می سپارید. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی هست. و این جرا فاحتجب دون حاجتهم، بسیار علما میگن که همون مسئولانی که زیر قصرها میروند و در دهن دراشون بگیم پاسبان های زیاد میمونند که مردم دیگر نمیتونند که پیش اون مسئول برود و شکایت بکند، میگد انا همونها را در نظر دارد، نباید بگیم مسئولا این کار را انجام بدن. اگر انجام هم که دادن، باید رنگ حضرت معاویه به مثل حضرت معاویه رضی الله عنه یک ستاد، یک کمیته خاصی برای احتیاجات مردم باید تعیین کند، مردم آزادانه به یگان مشکلی شکایتشون رفته در اون ستاد یا در اون کمیته تقدیم کرده بتوانند. اگر همین کار نکرد، پس در این وعید داخل می شوند. بارک الله فیکم. این بود درس امروزه. بعد از این باب فضل والی العادل، یعنی که باب فضیلت و بزرگی امیری که عادل هست، انشاءالله اینش درسی آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.